سلام به همه فوتبالی‌های عزیز. امروز قراره یه بحث داغ داشته باشیم و شانس قهرمانی پرسپولیس با استقلال رو بررسی کنیم. پس تا آخر ویدیو همراه باشید و حتما نظرتون رو تو کامنت ها بنویسید. لیگ برتر رقابت برای قهرمانی. در حال حاضر تراکتور شانس زیادی برای قهرمانی داره و حسابی خودش رو در کورس نگه داشته. اما پرسپولیس با 47% شانس همچنان یکی از مدعیان جدی کسب جامه. از اون طرف استقلال در لیگ برتر شرایط سختی داره و شانسی برای قهرمانی نداره، اما هوادارها امیدوارن که در جام حذفی یه عنوان ارزشمند رو به دست بیارن. نقل و انتقالات تغییرات بزرگ در راه است. از اردوگاه استقلال شایعاتی درباره حضور کیروش به عنوان سرمربی آینده مطرح شده که اگه عملی بشه میتونه یه تغییر بزرگ برای این تیم باشه. در سمت مقابل در پرسپولیس نام مهدی لیمویی شنیده میشه که شاید تغییرات جدیدی رو در تیم ایجاد کنه. نظر شما چیه؟ به نظرتون پرسپولیس میتونه به قهرمانی برسه یا تراکتور جام رو میبره؟ استقلال میتونه در جام حذفی موفق بشه؟ حتما نظراتتون رو کامنت کنید و اگه طرفدار فوتبالید همین الان کانال رو سابسکرایب کنید.